نویسندگان قادر رستم و عبدالغفور عبدالجبار، ادبیاتشناس مرتضی زین‌الدینوف، شاعران عبدالجبار سروش، خیراندیش و طالب لقمان، منقد نورالدین صبوری، برندگان جایزه ادبی اتفاق نویسندگان تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و میرزا ترسونزاده گردیدند. در این باره از اتفاق نویسندگان تاجیکستان خبر دادند. گفته می شود که نویسنده قادر رستم برای ترجمه رمان بازگشت به پنجرود نویسنده روس اندری ولوس، عبدالغفور عبدالجبار برای ترجمه رمان 100 سال تنهایی گابریلا گارسیا مارکس، مرتضی زین‌الدین زاده برای سلسله مقاله هایش دایر به ادبیات معاصر برنده جایزه ادبی به نام صدرالدین عینی گردیدند. شاعر خیراندیش برای دیوان غزلیات همیشه بهار، عبدالجبار سروش و طالب لقمان برای سلسله اشعار و منقد نورالدین صبوری برای سلسله مقاله هایش دایر به نقد شعر معاصر سزاوار جایزه ادبی به نام میرزا ترسونزاده شدند. با این دو جایزه اتفاق نویسندگان ناصران دولتشاه طاهری و سپهر ابو عبدالله حسنزاد نیز پیشبری شده بودند که ناکام گردیدند. این دو جایزه ادبی سال 1989 تأسیس یافته در 2 سال یک مرتبه به ادیبان داده می شود.